سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوبرس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود تворожный کرم تیار میکنیم با تворог. کرمش بینید خوشخوری نغز میبیاد. محصولات به ما لازم است 400-500 گرم تворог، 180 گرم масла. من وریانی سوگوشانکو گرفتم، میتونید جاش با ساخرنی پودر استفاده برید. تворог 8% گرفتم، در حرارت خانه باشد. مسئله ها ما 72% گرفتم. مسئله هم در حرارت خانه باشد. هر دوش 2 ساعت پیش از کرم تیار کردن از خلادیانی گرفته میمانیم. اگر مسئله ما ملایم باشد، تворог ما خنک باشد، کرم ما میبرد، دورده تیار میشد. یا که تворог ما خنک باشد و گرم باشد و مسئله ما خنک باشد، از این سبب هم میبرد. برای همین هر دوش یک خیل температури خانه باشد، کرمش خوشرو میبیاد. من حاضر تворог اول با بلندر میزنیم یک بار که یک خیل محصولات تیار شود. همین خوشرو. اگر بلندرتان نباشد میتونید با ویلکا یک خیل محصولات تیار کنید از تворог. تворог ما یک خیل محصولات حاصل شد. اکنون مسئله میزنیم. 5-6 دقیقه مسئله ما چخمایی لب میزنیم. من 2-3 دقیقه لب زدم. 3-4 قاشق молоко همراه میکنیم. 5 قاشق همراه کردم. همیشه بار دیگه لب میزنیم. لب زدم. ما هرچقدر همین مسئله молокоя لب زدن گریم کرم ما воздушный تیار شدن گرفت. کرمی سبوکی خوشخور تیار شدن میگیره. برای همین میتونید 10-12 دقیقه لب زنید. اکنون یک قاشق تворог تیار کردیم همراه کرده همین مسئله ما به لب میزنیم. شما هم حتما برای تارت و پیراژنی هاتان همین گونه کرم استفاده برید. من با از این کرم طرزی تیار کنید تارت نشان میدم در ویدیوهای آینده نصیب. حتما کانال ما را دستگیری کنید، подписаться کنید و یارو دوستای دعوت کنید. حتما انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر در کانال میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.